گلف نسل 1 1976. البته این نمونه تنها نمونه قرمز رنگیه که در ایران موجوده. تا انتهای ویدیو با ما باشید، میخوام این ماشین رو براتون بررسی کنم. گلف که توسط جورجتو جوجاروی جوان طراحی شده بود، هم از نظر طراحی و هم از نظر مهندسی تحول بسیار بزرگی نسبت به سلف خودش یعنی بیتل محسوب میشد. این خودروی کامپکت از تناسبات زیبا و ویژه‌ای برخوردار بود و در داخل و خارج اون همه چیز برای یک هدف طراحی شده بود. در گلف ترکیب موتور عقب محور عقب بیتل به ترکیب موتور جلو محور جلو تغییر داده شده بود که کابین جادارتر، صندلی‌های تاشوی عقب، دید عالی و رانندگی ایمن‌تری رو فراهم می‌کرد. اولین سری تولیدی گلف در مارس سال 1974 از خط تولید فولکس واگن در وولفسبورگ خارج شد و از می همون سال در نمایندگی‌های فروش قابل خریداری بود. در ابتدا نسل اول گلف در نسخه‌های هاچبک 3 در و 5 در تولید می‌شد. اما در سال 1976 نسخه اسپورت جی تی آی و در سال 1979 نسخه کبریولتش به خانواده اون اضافه شد. رنج قدرت گلف نیز از 50 اسب بخار در موتور بنزینی 1.1 لیتری آغاز می‌شد و به 110 اسب بخار در مدل جی تی آی سال‌های 1982 و 1983 می‌رسید. کسایی که از این هم قدرت بیشتری می‌خواستن میتونستن از ABT نسخه توربوشارژ گلف جی تی آی رو با 183 اسب بخار قدرت درخواست کنند. تولید نسل اول گلف در سال 1983 به پایان رسید و تا اون زمان نزدیک به 7 میلیون دستگاه از اون در سراسر جهان فروخته شده بود. البته این عدد تمامی مشتقات گلف رو هم شامل میشد، مثل مدل جتا که در اون زمان چیزی بیشتر از یک گلف سدان نبود. نسل اول گلف از جولای سال 1978 با نام روید در ایالات متحده هم عرضه شد و به دنبال اون جتا هم در سال 1980 راهی این کشور شد. نسل اول فولکس واگن گلف موفقیت بزرگی بود که خودش رو به عنوان جانشین شایسته‌ای برای بیتل اثبات کرد. ادامه دادن این راه هم بسیار دشوار بود، اما نسل‌های بعدی هم ثابت کردند که لیاقت نام گلف رو داره. ماشین خیلی خوب بازسازی شده و تمام قطعاتش اورجیناله. میبریمش تو اتاق نور، بریم پایین ببینیم چه خبره. بریم ویدیوشو بگیریم. گلف نسل 1 دهه 70 1976. البته رنگ قرمز این ماشین 1976 هم یه دونه است تو ایران. قبلا هم خیلی سال پیش این ماشین خودم بوده. زمان شاه، زمان قدیم، ماشین مورد پسند تینیجا و جوانای نسبتاً اهل پیست و رالی و مسابقه با واسه اون دوران زمان شاه ماشین خیلی خاص و جمع جور و برویی بوده. حالا راجع به این ماشینی که می‌خوایم بفروشیمش صحبت بکنیم. 1976 قرمز، تنها قرمز 76، حالا 77 78 هست، اما خب این ارزشمندش میکنه این ماشین رو. عقب ماشین یه چراغ
کوچولوی خوشگل اورجینال و تمامی آرم‌های بدنه آرم‌های اورجینال، سپر اورجینال. اون دوست عزیزی که این ماشین رو بعد از ما بازسازی کرد خیلی خوش ذوق رو این کار کرده. لاستیک‌های نو، رینگ اورجینال، دستگیره‌های اورجینال، واقعا کار کرده روی ماشین. من میخوام داخل ماشینم بگیریم یه فرمون خوشمزه خوشگل، دستنده خوب، پخش خوب، داشبورد بسیار خوب و بازسازی نشده و هنوزم اون زیبایی خودشو داره. نمیدونم حالا دوستانی که دارن این ویدیو رو میگیرن سلیقه‌ایه، یه سری‌ها نسل 1 دوست دارن، یه سری‌ها نسل 2 دوست دارن. من نسل 1 رو بیشتر دوست دارم. الان بین بچه‌هایی که داریم فیلم میگیریم بین علما اختلاف افتاده بود، یکی میگفت نسل 1 یکی میگفت نسل 2. اما وقتی میری توی دیتیل من این زهاش با من حرف میزنه. یعنی بعضی وقتا روی یه سری ماشینا علیرغم اینکه چیز خاصی نداره، یه اتاق قوطی کبریتی کوچولویه، ولی طراحش انگار باهات حرف میزنه، یه حرفی داشته موقعی که اینو تولید کرده. میدونی که از روی حسشون، این ماشینای امروزی، ماشینای قدیمی مثل ماشینای امروزی نیست، هر کدومشون یه حرفی دارن. احساس خیلی دوست دارم مثلا یه روزی بتونم با طراحای ماشینا صحبت بکنم، بگم زمانی که داشتی اینو طراحی میکردی به چی داشتی فکر میکردی، یا چه حسی داشتی، یا دنبال چی بودی، نمیدونم چه چیزی تو ذهنت تداعی شد که این ماشین رو طراحی کردی. دیدی ماشینایی که دوستشون دارم چقدر جذاب راجبش توضیح میدم انگار بچمه. و این حالا اون زمانی که من بعضی اوقات که استارتش میزنم، بعضی وقت مثلا بعد چند وقت روشن نشده، یه استارت میزنم روشن نمیشه، دوتا میزنم روشن نمیشه، استارت سوم باش حرف میزنم باورت نمیشه، حس میدم به ماشین قدیمی. یا عزیزم قربونت برم لطفا با استارت بعدی روشن شو، با استارت بعدی روشن میشه. امروز دیدید این اتفاق اینجا افتاد؟ این دوستمون اومده بود اینجا، دیدید ماشین روشن نمیشد، 20 روز بود روشن نمیشد TR6. گفتم با این استارت روشن شد، زدم روشن شد. به خدا اینا حس دارن، اینا یه حالی دارن. چون من اینا خیلی دوست دارم یه توضیحاتی میذارم. و با 250 میلیون تومان چی بخری که تو خیابون یه شکلی هم داشته باشه؟ 206 بخریم یا اینو بخریم؟ یا طرف یه 206 داره میخواد 206 رو بفروشه، یه 206 نو داره مثلا 250 تومان میدن 206 نو، یه 206 در حد نو داره 250 تومان میخواد بکنتش 207. من میگم 206 رو نگه داره اینم بخره. ها دو تا ماشین داری، 206 تو داری اینم داری، با 250 میلیون نمیدن. یه موتور وسپا الان بخوای بخری بعد نمیدونم همین حدودا باید پول بدی. نمیفروشم واسه این حاله که اینطوره. عصبانیم کردید. خداحافظ.